سلام برابکس. امروز اومدیم با یک موضوع جدید، دنیای ناشناخته جن که حق چاپ این کتاب رو متاسفانه ندادن. جن چیه؟ آیا جن وجود داره؟ خب اگه وجود داشته باشه تو کجا زندگی میکنه؟ اگه زندگی میکنه موجود چند بعدی؟ طبق کشفیات دانشمندان متافیزیک میگن از 1 بعد تا 14 بعد رو ما داخل کهکشان تونستیم پیدا کنیم. حالا این 1 بعد و 2 بعد رو واسهتون توضیح میدم. بعد اول، شما یه ورق آچار رو در نظر بگیرید که اگه ما این رو بذاریم روی یه سطحی دیگه هیچ جا رو نمیتونه ببینه. حالا بعد دوم، همون برگه آچار که هم روح و هم پشتش میتونه همه جا رو ببینه و یک انسان یک موجود سه‌بعدیه. شما اگه یه پرتقال رو تو دستتون بگیرید از تمام جهت میتونید این رو ببینید و یک جسم سه‌بعدی به شما تعلق میگیره. برای اینه که میگن انسان قوی ترین دوربین دنیاست، اما اینطوری نیست، از اون قوی تر هم داشته باشید. جن موجودی 4 بعدی که همه چیز رو میتونه ببینه و میتونه از تمام اجسام، دیوار، همه چی، انسان، حتی حیوانات عبور کنه و حتی خودشون میتونه به شکل اونا در بیاره بیرون. پس جن وجود داره. حالا محل زندگیشون کجاست؟ آقا انس و جنم همونجوری که داخل قرآن اومده با هم میتونن زندگی کنن. حتی شاید داخل خونه که شما دارید زندگی میکنید جن باشه و بچه های جنم باشه که دارن زندگی میکنن، اما به چشم شما نمیاد. بعد امروزه مد شده موکل. ما 2 دسته موکل داریم، رحمانی و شیطانی، که مردم میان میرن داخل کوه نماز و عبادت و برمیگردن که اون موکل رحمانی رو به دست بیارن و ازش خواسته ها رو بگیرن، اما واقعا اینجوری نیست و دارید سر به سر خودتون میذارید. هیچ وقت یک موکل رحمانی نمیاد برده یک انسان که معلوم نیست نصف وجودش از چی درست شده، از گناه، از کثافتکاری و اینا درست شده، خودشو اسیر اون کنه و کارهایی واسه اون انجام بده. مگر موکل شیطانی که اینجور موکل ها راحت احضار میشن و میگن آقا مگه تو نمیخوای یه قصد طلا داشته باشی؟ پس منم یه چیز ازت میخوام. تو بخوای بگی چی؟ میگه یا جون پدره، یا جون مادره، یا حتی جون خودت. یه کار ازت میگیره، یه کار هم به تحویل میده و اینو داشته باشید. اینجور موکل ها نمیان وقتی احضارشون کنی بگی نه من خود نمیخوام هیچ کاری واسم کنی ول کنن و برن. انقدر اذیتتون میکنن تا خودتون نابود بشید. ولی اینجور چیزا واقعیت داره، پس حواستون باشه. نرید بگید آقا من اگه موکل رو داشته باشم میتونم تمام این دنیا رو تحصیب کنم یا تمام این دنیا رو مال خودم کنم. اینو همه دروغه. هیچ وقت یک موکل رحمانی نمیاد برده شما باشه. عزیزان دل، چرا نمیخواید باور کنید؟ اجنه اگه وجود نداشته باشم شاید باورتون نشه، ما هم وجود نداریم، یعنی ما ماهیت نداریم. و چرا امروز نمیبینیمشون؟ به خاطر اینه وجود سر و صدا. همین ماشین که میاد و میره خودش یه شوکه به اجنه، واسه اینه که از ما دور میشن. اما کسایی که دنبال این کار میرن خیلی راحت میتونن اجنه رو به خودشون نزدیک کنن و دیگه نمیتونن بردارنش. بعضی هم میان سوء استفاده میکنن، میگن ای ما دعا نویسیم، خب شما دوچار جن گرفتگی شدی، من این جن رو ازتون میگیرم و فلان پول ازتون میگیرم. اما اینا دروغه. کسی که دعا نویس باشه هیچ وقت نمیاد با خاطر کارش از کسی پول بگیره، چون اونا موکلایی دارن که نسل تا نسل بهشون رسیده. یعنی مثلا پدرش مرده رسیده به خودش، پدر بزرگش که مرده رسیده به پدر مردش، اونجوریه نسل به نسل بهشون رسیده و لازمی نیست بیان از شما پولی بگیرن، کار شما رو درمان میکنن. اما کسایی که میگن ای ما دعا نویسیم بیاید واسهتون نمیدونم فلان کارو میکنم که مجنونتون برگرده، این همه دروغه. و راستیت هم میدونی کجاست؟ که علم و جادو از هندوستان پا شده. یعنی شما هندویا رو نگاه کنید، تمام چاکراهای بدنشون فعاله، نیازی ندارن بخوان واسه خودشون دوچاره اجنه بازی و اینجور چیزا بشن. پس نرید آقا هر کی رو دیدید یارو ایرانیه بگید ای فلانی خدا بیامرزه پدر و مادرت، خدا بیامرزه رفتگانت، بیا کمک کوی جن همه به من اومدم این کارو کردم فلان کارو کردم الان پشیمونه، بهت پول میدم تو با این پول برای همه کارم درست کن. در اصل اینجور اشخاص هیچ وقت پول نمیگیرن. برعکس اینجور اشخاص کسایی هستن که واسه رضای خدا این کارو انجام میدن. حتی اگه بخوان پول بگیرن موکلشون نمیذاره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.